در پشت سر انداختن چی را میگه؟ تنها نمیگه که نعوذ بالله در چقوری پرتو، در تاق 60 دانه پوش برش کرده خو کلمهش تلاوت نمیکنه، مقصد و مفهوم قرآن نمیفهمه، هیچ در زندگیش نمیبینه که قرآن چی قوانین داره، آیا در زندگی و تطبیق شده یا نشده، یا هم در پشت سر انداختن است. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، بله یا خو می نازیدن میگفتن ما مال داریم، قوت داریم، ما زور داریم، مثل که آل مستکبرین جهان امیتو می نازن، میگه ما طیاره داریم، کشتی های ما در تمام مراکز جهان مستقر است، بحرا در زیر اراده ما، فضا در زیر اراده ما، تکنولوژی جدید ما داریم، کسی خود شور داده نمیتونه. الله میگه نه، ولا یغنی عنهم، دفع نمیکنه از یا ما کسبوا، آن چیزی که یا کسب کردن، شیئا هیچ چیزی را، اگرچه یا هر چیز داره، لیکن روزی که عذاب الهی برسه باز میبینی که کشتی های بزرگ از یا در زیر طوفان میشه، میبینی که هوا را الله طور دیگرگون کنه سرشان که باز خود را گم کنه. ولا متخذوا من دون الله، و دفع نکردن او معبودایی که یا جور کرده بودن بغیر از الله تبارک و تعالی، اولیاء به کارسازی و حاجت روایی گرفته بودن و هم دفع نکردن. مسلمانای امروزی مواره زمانی که هر روز در قبر افتاده هستند، خود زمانی که کدام سختی و حادثه میه نه قبر دفاع میتونن، همون حالت سرش آمده رویسته. بلکه بدبختا دیگه هم میگه صد بوده تلفن خو یک نفر میگه چیسته، اولیاء جمع شدن وقتی که روسا حرکت کرد سر افغانستان، خب جمع شدن که دم ایرایش بگیرن، خود سالنگ دیدن که در متانگ اول شوروی امو ولی بزرگ نشسته، زوری از یا باز در مقابل ازی نرسید. شما این گپا را مکمل میگه کلان آدما. اینطور فکر نکنی که ما آمدیم در مسجد الله نشستیم آیات قرآن را درک بکنیم. اینطور مردم ها فعلا در افغانستان زندگی داره که شما از پیشش سوال بکنه، الله تبارک و تعالی را او قدر نمیشناسه و او قدر اعتنا برش نمیکنه که به صاحب قبر میکنه، در هر لحظهش صاحب قبر یاد میکنه، در هر لحظه. بعضم علمای ما جنازه همو آدم میخوره، میگه باز چی میگه؟ بسیار خوب مسلمان بود، بسیار خوب. برای ما چی میکرد؟ در هفته به هفته ملاسه باز زیاد میکنه که هفته برای ما 1 کیلو گوشت میآورد، باز گریان شروع میکنه. یک ملا همینجا در میشارینا هم است، در میشارینا در کدام مسجد گریانا را شروع میکنه. نفر که میموره در حالی که یک دفعه هم قطعش آشنا نیست، باز اونجا در سری قبر میگه که این ترخب آدم بود، هفته خو مرا حتما یک دفعه میدید، یعنی که اولادش قطعا یک چیزی بکنه. نعوذ بالله. این بدبختا اونطور است. مردم از حقیقت دین آگاه نمیکنه که دین چی میگه، اونطور گپا میگه. الله چی میفرماید؟ ولهم عذاب عظیم، برای از یا عذاب خیلی بزرگ است، شدت عذاب بزرگ است، تحقیر کننده است این عذاب. هذا هدن، این قرآن کریم هدن سرمایه هدایت است، برنامه هدایت است، سرچشمه هدایت است. این قرآن خو سرچشمه هدایت است. پس وقتی قرآن سرچشمه هدایت است، چرا مردم راههای دیگر، راههای انحرافی را اختیار کردن؟ قرآن میگه والذین کفروا بآیات ربهم، قرآن خو سرچشمه هدایت است، لیکن کوردلا و جاهلا کی میتونه از این نعمتای بزرگی که الله در این قرآن نهاده از او استفاده بکنه؟ والذین کفروا، کسانی که انکار میکنه بآیات ربهم، به احکام پروردگارشان یا به دلایل توحید و یکتا پرستی اللهشان، لهم عذاب من رجز علیم، برای از یا عذاب است، من رجز، ای عذابی که سخت عبرتناک است، علیم خیلی دردناک. اطور عذاب الله پایبندشان میکنه. چرا؟ اینطور نعمت بزرگ آمد شما نادیده گرفتی، رای انکار دا پیش گرفتی. الله الذی، الله او ذاتی است، سخر لکم البحر، بس الله باز دلیل یکتا پرستی را بیان میکنه و دلایلی که قرآن خود او را نمایان میکنه برای ما. دیگه چطور برای ما میگه؟ همه چیزایی که در کائنات شما میبینی که در حرکت است، هر کدامشان حرکت میکنه، آرام ننشسته، جامد نیسته، کلش در حرکت است و کلش فرمانبرداری نظام توست. تو انسان الله حاکم کرده و مطابق فرمان تو حرکت میکنه. الله برات مسخر کرده، الله برات تو این حالی فرمانبرداری کیستی، تو چی کرده ای؟ همه چیز برای انسان. قرآن میگه الله الذی، الله ذاتی سخر لکم، که در کار شما گماشته، سخر رام ساخته، لکم برای کارهای شما، مصلحت های شما، البحر بحر، لتجری که روان باشه، الفلک و کشتی فی دی بحر، بیامرهی به فرمان الله. الله خاصیت ها را به بحر و به چوب و به این کشتی داده.
ولتبتغوا من فضله، و دیگه که شما طلب کنی از احسان الله، راه های تجارتی تا پیش ببره بعد از اینکه برای شما بهره ها حاصل میشه. ولعلکم تشکرون، تا که شما شکرگزار الله شوی. چی مانا؟ بدانه که نعمت ها از ناحیه الله تبارک و تعالی است، همه چیزا را وضعیت و کیفیت الله داده و ایراد کاری ما گماشته. کی سبب شکرگزاری؟ شکرگزاری سبب معرفت الله شوه. معرفت الله نتیجهش چی است؟ با جز از الله لایق بندگی هیچ ذات دیگری نیست. سری سجده را به اینمی ذات تسلیم کنی، به کسی دیگری نی، چرا که کل نعمت ها از جانب کیست؟ خود میگه، پشتی سرم برای ما میگه. و سخر لکم ما فی السماوات، خلاصه میکنه اجمالا رام کرده در کار شما، مقرر کرده لکم برای شما ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست و ما فی الارض در زمین است، هر چیزی که است جمیعا منه، کلش از ناحیه الله است، از جانب الله تبارک و تعالی است، تا که از زمین نعمت ها شما بهره بگیره و به غفلت نخوریشه. این کلش از جانب الله است، تو را بیدار میکنه. ان فی ذلک لآیات، یقینا در این چیزایی که ذکر کرده شد نشانه های قدرت الله، دلایل توحید الله، دلایل واجب بودن شکر الله، دلایل یکتاپرستی الله. لقوم یتفکرون، برای قومی است که از تفکر و اندیشی خودکار میگیره، یک کمی فکر میکنه که همه نعمت ها برای ما برای چی؟ من چی مسئولیت دارم؟ بخورم، بنوشم، خواب بکنم، نه حساب، نه کتاب، نه ادای مسئولیت، نه عهده در جانم، هیچ چیز نباشه؟ کلا، قطعا نه. از همون خاطر الله میگه قل الذین، بگوی پیغمبر علیه السلام برای کسانی که آمن و ایمان آورده، واقعا قلبشان مالامال پر از ایمان شده، یغفروا للذین، هنگامی که دلیل میگن همراه ای جاهلا، این مردمایی که نعوذ بالله احمق هستند، در آیات الله تفکر نمیکنه، قدرت الله را دیش تفکر نمیکنه، وقتی که رو برو میشه دعوت و گستاخی میکنه، بدگویی میکنه، بگو به مؤمنا یغفروا للذین، عفو کنه، حق خود عفو کنه. میتونه از پیشش انتقام بگیره لیکن نکنه، سخت گویی نکنه، به خاطر که وادار به ضد نسازه. للذین، برای کسانی که لا یرجون ایام الله، امید ندارن، عقیده نداره از روزای الله را. مراد از روزی الله چیست؟ قیامت. یا مراد از ایام الله حوادث روزگار که آینده پیش میاد، به او عقیده ندارن. میگه ما همیشه در این حالت هستیم. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، چرا شما عفو بکنید یا همینطور سرکش باشه؟ الله میگه این تسلی برای مؤمن است یا است که هشدار برای کفار است. لیجزی، که انجام عاقبتی میشه که پاداش بده الله قوما، یا قومی را بما کانوا، به سبب آن چیزی که یکسبون کسب میکردن. کفار کدام نالمی، گستاخی، بدگویی که میکرد، الله تبارک و تعالی جزا بر ازوان بده. یا مؤمنایی که در مقابل ارنوا بدبختی و بدگویی ازوا به خاطر رضای الله از حق خود تیر میشدن، عفو میکردن، بری از یا الله پاداش بده. من عمل صالحا فلنفسی، جاهلا باید بهانه جور نکنه، دلیل نگویه که برادر الله چرا قدر تاکید و اصرار میکنه، الله خود ضرورت به عبادت ما نداره. عالی هم یک تعداد جاهلا امیر دلیل میگیره، چرا مرا میگی که نماز بخوان، برو الله لک بخش است، الله ضرورت به عبادت من نداره، به نماز من نداره، تو واریخ نیست که الله تبارک و تعالی چی باشه؟ ضرورت به عبادت ما داشته باشه، برو. الله میگه نه بدبختا، این قدر تاکید و اصرار برای از این گپ نیست که الله نیازمند است. نه، انسان کلش تعلق به خودت داره. من عمل صالحا، الله اگر پیغمبرا را روان میکنه، اگر کتابا را روان میکنه، اگر برنامه ها را بیان میکنه، توضیح میکنه، کلش برای کرامت و عزت تو انسان است. خود تو انسان خدا نمیشناسی. واقعا چقدر سخت جفاسته که انسان باز خدا نمیشناسه، خدا آلوده با لذت های خیلی ناچیز و اندک و موقت دنیا میکنه، خیر و خلاص، و همه ارزش های انسانی خدا نعوذ بالله او طرف مندازه و اینمی قدر نعمت های الله را نادیده میگیره، شکرگزاری الله را نادیده میگیره. انسان باز دست به نعوذ بالله جنایات میزنه. بسیار سخت است بنده که واقعا تمام نعمت های الله پرورش یافته، لحظه نعمت الله را در وجود خود در بیرون مشاهده میکنه. چطور شده میتونه نماز نخونه؟ چطور شده میتونه او رای غلطه نعوذ بالله گناه را تعقیب بکنه؟ افسوس است، انسان بسیار غافل است.
من عمل صالحا، کسی که عملی درست انجام میده خاص به خاطر رضای الله موافق نقشه رسول الله، فلنفسی، برای نفس خودش است، یعنی همه مفاد و بهره‌گیریش برای از اوسته. قرآن بر ما میگه این شماست، اینمی شماست که در پرتوی اعمال نیکیتان خود در درجه کمال میرسانه. اما ارزش و مقامی که الله برای انسان قائل است او را حفظ میکنه و او را دیگه مستحکم میسازه. امی شماست که نعوذ بالله به انجام اعمال بد سرنوشت جهنمی بودن خود شما تعیین کرده رایسته. الله نیاز نداره، تو انسان است، کدام طرف روان استی. و من اساء، کسی که بدی میکنه زشتی میکنه عملی درست انجام نمیده، فعلیها، تاوانش سری خودش است. خوی تو رم فکر نکنه که در دنیا هر چی کدی هر طرف رفتی خوردی بردی، نه، محاسبه وجود داره. ثم الی ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگشت کرده میشوی. یک الله حساب کتاب قطعتان میکنه. چرا مست بودی؟ چرا سرکش بودی؟ تو را گویی ندادم کتاب برات نامد، پیغمبر نامد، کتاب برات مختلف صورتها و شیوه ها را پیش نکرد برای پنپذیری تو، برای تو بیان نکرد که هدف پیدایش تو چیست؟ قرآن نگفته بود؟ چی میکردی تو؟ کدام طرف؟ خود حیوان جور کردی بودی نعوذ بالله، بخور بنوش خواب کو، خلاص مسئولیت نه. ولقد آتینا بنی اسرائیل، تنبیه و آگاهی است، درس عظیم برای امت پیغمبر علیه السلام است. الله بیان 6 قسم نعمت برای بنی اسرائیل اینجا بیان میکنه، ولی بنی اسرائیل در انجام با کفران مواجه میشه، نافرمانی ناسپاسی از نعمتهای الله اونجا بر ما بیان میکنه. نعمتها کدام نعمت است؟ ما داده بودیم به بنی اسرائیل. اول نعمت الکتاب، اول نعمت کتاب است. یک اجتماع، یک جماعت، یک مملکت وقتی قانون داشته باشه که او قانون در برگیرنده کلی حل کردن مسائلش داشته باشه، یک مسئله جزئی هم ناحل باقی نمانه. امروز قانون اساسی افغانستان هم ساختن، ناقص بود یا کامل بود؟ در خود انتخابات پس قانون نداشتن که چی رقم شود چی رقم نشود. این قانون الله هست که کامل است. اول نعمت کتاب الله است. کتاب الله نعمت است. شکرگزاری کتاب الله به چی میشه؟ شکرگزاری کتاب الله به این میشه که بخوان، بدان، دعوت بده دیگران، عملی کو در زندگی، در اجتماع، در همه جا. قرآن نعمت بزرگ الله سامده، ما چی کردیم در مقابلش؟ انتها یک رسم خواندن برش پیدا کردیم، خیر و خلاص. والحکمه داده بودیم برای ازیا، والحکمه دانش دین برش داده بودیم یا تعلیمات پیغمبر برش داده بودیم که همین کتاب تشریح میکرد، وضاحت میداد. حکمت اردو را شامل میشه، یعنی دانشمندی دینی را، فهم دینه، و همچنان تعلیمات پیغمبر هم فهم دین است. در کتاب که کدام مطالب ذکر شده او را پیغمبر برات تشریح کرده. دو نعمت و نبوت داده بودم برای شما پیغمبرها را، در بینتان پیغمبرها مسلسل آمده رایی بود. چقدر نعمت بزرگ است. اگر در کدام قوم علمای بزرگ پی در پی میآید، اگر یکی وفات میکنه جاگزینش دیگه عالم است، قوم هیچگاه به سوی انحراف نمیره، بدعت‌ها ایجاد نمیشه، مردم موحد میباشه. لیکن اگر یک عالم باشه وفات کنه، جایش چیسته اینطور کسایی بگیره که پس امور رسومات اختیار بکنه. و رزقناهم من الطیبات، چهارم نعمت داده بودیم برای ازیا من الطیبات، از چیزای پاکیزه، آن چیزی که خیلی مفید بود برای صحت و غذا داده بودیم برشان. پنجمش و فضلناهم علی العالمین، ما برتری داده بودیم یا رب بالای مخلوقات همین زمانه، انواع برتری ها را برای ازیا نصیب کرده بودیم. یک برتریش نمی بود که الله تسلط و حکمت برش داده بود. ششم نعمت و آتیناهم بینات من الامر، داده بودیم برشان بینات واضح، دلایل روشن، من الامر، از دین، از آیین حق و نظامی که حق بود برش مکمل دلایل روشن داده بودیم. چرا آلیای ترکرکرانه نمی رفتن، بلکه برای پیروی از حق دلیل مستند هم داشتن، به بصیرت روان بودن، خیالی روان نبودن. 6 نعمت برش داده بودم. لیکن این مردم این نعمتها را کفران کردن یا شکرگزاری کردن. قرآن بر ما میگه ناشکری کی میشه؟ اول امر ناشکری یا ناسپاسی نمیسته. فما اختلفوا، اختلاف جور نکردن در بین خود، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس از اینکه آمده بود برشان العلم، علم.
علم برشان رسیده بود. کدام علم؟ که او در سرچشمه وحدت بود، عامل وحدت بود که کلگی را یکی با دیگه ارتباط بوده، در یک هسته جمع کنشن. لیکن امی چیزی که عامل وحدت بود یا وسیله اختلاف جور کردن شه. بغیان بینهم، یا اختلاف کردن در بین خودشان بنابر برتری طلبی، بنابر ضد عناد، یکی با دیگه ضد کردن. علما ما بین خود ضد کردن، عوام از پشتشان تابعداریشان نکردن. معلوم شد قرآن کریم برای ما میگه عامل اختلاف و تفرقه عالم است. هر جایی که بدبختی ها پیدا میشه از دست عالم پیدا میشه. عالم اگر حق بگوید تفرقه وجود نداره. تفرقه وجود داره؟ شما با کلی تعلیمات پیغمبر عقیده داری، ایمان داری، احترام داری، ارزش قائل هستی، یا با یک عملی پیغمبر؟ با کلش. با کلش. اگر من امی سخنه در هر مسجد برای مقتدیای خود بگم که ای مردم، هرگاه یک عمل از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شوه، ولو که عمل مخالف عملی ما باشه، خاص پیغمبر ثابت است، قابل احترام، قابل ارزش و بالکل درست است، کسی سرش انتقاد کرده نمیتونه. خیلی امروز علما همین مسئولیت ادا کرده؟ نه. عوام ما کسی که در عمر در مسجد نامده و در دانی دروازه مسجد استاده است، چرسی خودم زده رویست، بوش در مسجد هم آمده رویست، امی قدرم نمیگه که از اینمی دروازه او طرف چرسی تا بزن، من خو نکنه، تنها از دروازه او طرف رد کنه شه. خو اگر کسی آمینه به جهر در مسجد گفت یا رفع الیدین کرد، باز میبینی که کلگی از ملا گرفته تا مقتدی ها را کلگی جمع شده که دیگه ایجا نبینم، تا پای تا میده میکنم، دو چیرید میکنم، مسجد برای تو نیست. اینی گپاره میگه. شما خب بررسی کنی. ما نمیگیم که حتما شما آمین بالجهر بگو یا چیز رفع الیدین بکنی. خو عمل کرد و عکس العمل این مردم خواب یک دفعه ارزیابی بکنی که این مردم دشمن کدام دین است یا چقدر با پیغمبر دشمنی داره. لااقل آماده نیستن که یک دفعه سوال کنن این عمل پیغمبر انجام داده یا نه. دوام انتظار نمیکشه. آمی که کلمه طیبه را بالله قسم اگر معنا کرده بتونه او میخیزه، اول تو را تهدید میکنه، ملا صاحب برش چیزی نمیگه. نماز خود قطعی نماز امی آدم خوب مقایسه میکنه که نمازی که درست بود راستی یقینا چی رقم نمازی خونده چی رقم نماز ما خوندیم. خلیکن مولا صاحب است. قرآن بر ما میگه بنی اسرائیل که تباه شد امی ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا ولا تلبسوا الحق بالباطل. کل سرچشمه و عامل تمام بدبختی های جامعه خصوصا اختلافات در دین و در مذهب علماست. علماست که کارا را میکنن. ما چرا اختلاف داشته باشیم؟ چرا بدگویی بکنیم؟ نمیکنیم. حق چیزی که در قرآن آمده به مردم پیش کو، در حدیث آمده به مردم بیان کو. چرا مردم ضد کنه؟ چرا مردم نفرت کنه از حدیث پیغمبر، از سنت رسول الله نفرت کنه، او را بد بدانه؟ در مقابل عامل از او باید اینطور شکر بکشه که الحمدلله یک عملش ما انجام داده بودم از پیغمبر علیه السلام، این عمل دیگه اگر من انجام ندادم برادر مسلمان دیگه انجام میده. الحمدلله که یک عمل پیغمبر در زمین باقی نمانده، بلکه کلی اعمال پیغمبر بگوی زنده شده، احیا شده. شکر باید بکشه. لیکن این مردم با ضد شروع میکنن. اینجا است که قرآن براتان میگه فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. بعضی مفسرین میگه اینجا اختلاف در مورد نشانه هایی که از نبوت پیغمبر علیه السلام، صداقت پیغمبر علیه السلام در کتابایشان بود، در اونجا اختلاف شروع کردن. چرا؟ به خاطر ضد و عناد. نپذیرفتن که پیغمبر شوه. میگه دکانداری از ما از بین میره. یهودی مدینه که در مدینه آمده بودن کلشان آلی خدا پیر جور کرده بودن، تاویز نویسی بود. اوس و خزرج اردو قوم مکمل از یا عروض چی دوده بگی و عروض تاویز بگی بود. آلی پیغمبر آمد دیگه پا کلش از بین میره. این مردم مجبور است که مخالفت کنه، رای مخالفت در پیش بگیره. لیکن مفهوم آیت عام است، یا اختلاف در تمام مسائل کردن. معلوم شد که اصلی ناشکری از اختلاف پیدا میشه. کتاب تورات مایه اتحاد از یا بود یا اختلاف از یا؟ قرآن و حدیث مایه اتحاد ماست یا نه که مایه اختلاف ماست؟ بگوی شما. این مردم میگه کسی که داد از قرآن و حدیث میزنه یا تفریقه را ایجاد میکنه. ما تفریقه را ایجاد نمیکنیم. ما میگیم پشت سنت رسول باید بریم. او دایی گپ تو هم پدرت این کار کرده نمیتونه. خب اگر تو گفتی که نه پشت رای امام شافعی رحمت الله علیه بریم، من قبول ندارم.
ما میگم در پشت رای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میرم، دیگه نفر پیدا میشه پشت رای احمد ابن حنبل میرم، دیگه پیدا میشه پشت رای امام مالک میرم، دیگهش میگه از سفیان ثوری میرم، دیگهش میگه از ابن حزم میرم، دیگهش میگه از چیز اوزاعی میرم. علما خو یک نیست، دو نیست. اگر کدام وحی داری، اگر کدام وحی داری در مورد تابعداری یک عالم خو بکش سند، اگر نداری چرا دعوت میدی؟ تفرقه را خود تو ایجاد کرده ای. ما میگیم که راه اتحاد وجود داره، کتاب الله و سنت رسول الله. خو افسوس است که درک باشه، افسوس است که بفهمه کسی. چقدر تبلیغات سو میکنن، غلط تبلیغات میکنن، نعوذ بالله. یا علما را قبول ند میا پشتی سر با پیغمبر علیه السلام پیشنهاد میکردن، تو خوب میفهمی یا گذشته ها گذشته ها خوب میفهمی یا تو؟ برای ما میطور میگه فما اختلفوا، اختلاف نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم. اختلاف دو قسم شد، یکی اختلاف که ناشی از جهالت و نادانی باشه، او قدر مضر نیست. چرا؟ پسان اگر معلومات برش شد اختلاف از بین میره. اینطور اختلافات هیچ کدام پروایی نداره. اینطور اختلاف موجود بود عند زمان صحابه کرام. یک صحابی یک عمل انجام میداد، دیگهش دیگر انجام میداد، لیکن وقتی که خبر میشد حدیث برش نرسیده بود، بسر و چشم چی میکرد؟ قبول میکرد. آدم جنوب شده بود، عمر رضی الله اجازه نمیداد که تیمم بزنه. ابن یاسر رضی الله برش میگه چرا پیغمبر اسلام این تو موتونه نگفت؟ تو بودی خو از یادت رفته. ولی رد نمیکنه که نه اینطور نیسته. اینی ده میگه اختلافی که ناشی از عدم علم است، معلومات نداره. ولی بد اختلافی است که علم است، علم هست باز اختلاف میکنه. امی هر مولا را سوال کنی بگو الله ما را به چی مامور ساخته؟ شما سوال کنی بگو با پیروی از الله و رسولش یا پیروی از فلان عالم؟ بگوی. اگر یکیش گفته تو نیست که از فلانی عالم، پدرش گفته نمیتونه، زبرجدش گفته نمیتونه. خود چرا اختلاف میکنی دیگه؟ چرا دیگه طرف روان هستی؟ بگو. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. علم برشان رسیده، خب لیکن باز اختلاف میکنه. بغیم بینهم، از روی عناد و ضد و حسد در بین خودشان. ان ربک، یقینا پروردگاری توی طور نیست که اختلافات دوام داشته باشه، جاری باشه. او چی کسی هر کس خود حق بگوید؟ نه، الله فیصله میکنه عملا بینهم در بین از یوم القیامت، در روز قیامت. فی ما کانوا، دو موضوعات و مسائلی که بودن، فی دو یختلفون، اختلاف میکردن. کدام مسائل که اختلاف میکنن الله فیصله میکنه اونجا. باز معلوم میشه که تو در پشت کی استاد میشی، در پشت کی استاد میشی، در زیر بیرقی کی استاد میشی، پشت کی روان میشی. محمد یا پشت محمد رسول الله استاد شود، لیکن دیگرها پشت همو چی خود استاد شود که میتونه نجات پیدا کرده. عجیب است. البته منظوری ما دعوت به سوی قرآن و حدیثی نیست که تمام مسائلی که علما جمع‌آوری کرده مدون کرده به شکل فقه ما میگیم که کلش غلط است. نه، این ادعا را گاهی نمیکنیم، ما قدر برش میدیم. مسائل فقه مکمل قابل قدر است، به شرطی که موافقی کی باشه؟ کتاب الله و سنت رسول الله. خب لیکن ما دمی فقه توی طور مسئله را بکشم که گوشای تکش کنی که نه ایره شاید که یک دیوانه نوشته کرده باشه، عالم نخواد نوشته کرده باشه.